اینترنت کاری آنهایی را که میخواهند خیلی زود و ساده ستاره شوند به حد آسان کرده است. لدی گاگا خواننده بلوجب آمریکایی برای معروفیتش 70% باید از اینترنت سپاسگزار باشد. شهروندان تاجیکستان هم برای معروف شدن از اینترنت زیاد استفاده میکنند. بایمراد اللهبردیوف ملقب به جیمی تاجیک تنها بعدی آن معروف گردید که یک دوستش نوار سرودخوانی او را در اینترنت جای داد. بعد این بایمراد ستیل بدست قریب تمام قلمروی روسیه را گشت و در تمام شو برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی جیمی خواند. اما بعضی هایی که مثل جیمی تاجیک هنر ستیل را دایره کردن و با صدای خود سرود خواندن را ندارند، راه دیگر را پیدا کردند. فناگرام. حالا اینترنت مالامال چنین ثبت هاست، اما برای رده‌بندی امروز تنها نوارهای انتخاب شدند که قهرمان ها یا با هنرانه این کار را انجام دادند یا تماما به هنرانه. و هم ضمن ریتینگ بندی تعداد بیننده های نوار را نیز به نظر گرفتیم. مقام چهارم نصیب گروه جوان‌هایی است که تابستان گرم و پخته‌چینی الهامشان را بیدار کرده است. در شرح این نوار نوشته شده است که آن در ناحیه وقتهای اخیر از سوی ساختمانچی‌های مهاجر تاجیک چند نوار به اینترنت راه یافت. شاید آنها درد غربت و کار سنگین و مشکلی زیاد را با همین شیوه می‌خواهند سبک کنند. زینه سومی ریتینگ مربوط یک چنین نوار است. اگر در این ثبت عمل قهرمان ها یک نوع به پارودیا مانند است و هم نواربرداری آن مهارت چندان نشان نداده، اما در ویدیوی دیگر اشتراکچیان خیلی جدی اند. از این لحاظ هم آن در مقام دوم نشسته است. جای اول ریتینگ نصیب گروه 6 نفره با علاوه نواربردار است که هم با جدیت و هم از روی تعداد بیننده هایش از آنچه دیدیم پیشرفت می باشد. آن را تا زمان تهیه گزارش بیش از 47560 مرتبه تماشا کردند. روزی که به دست مالکم تازه کنم